بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام مردم، هم نفسای یاد خدا الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین، اوضاع بر وفق مرادتون باشه، طاعات، عبادات، عزاداری ها، سوگواری ها، عرض ارادت ها و محبت هاتون به ساحت آل الله علیهم صلوات الله مخصوص حضرت سید الشهدا مورد قبول قرار گرفته باشه. اگه خاطر شریفتون باشه، از دیشب محضر استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین حاج ابوالقاسم بودیم و بحثمون رو پیرامون ماه صفر و وقایعی که ابتدای ماه صفر رخ داده در سال 61 هجری و ورود کاروان اسرا به شام شروع کردیم. امشب میخوایم بپردازیم به اتفاقاتی که در کاخ یزید میفته و خطبه قراء عالمه غیر معلمه، فهیمه غیر مفهمه، عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها. البته بعد از فاصله که میگیریم و برمیگردیم انشاءالله شما هم تا پایان با ما همراه بشید. السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علیه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اجازه بدید خیر مقدم بگم بدون فوت وقت به استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین حاج ابوالقاسم نازنین که قدم چشم من گذاشتن. آقا سلام، خیر مقدم، قبول باشه عزیز. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم و عرض تسلیت دارم خدمت بینندگان عزیز به مناسبت ایام ماه صفر و آرزوی قبولی عزاداری ها و عرض ارادت اونا به ساحت سید الشهدا علیه السلام رو دارم. زنده باشید، محبت دارید، خیلی ممنونم. خب با اون شرایط که شما بالاخره ما هممون علما، فضلا، خطبا، من دیدم دست به عصا وقایع ورود اهل بیت به شام رو نقل میکنن. گوشه‌ایش رو شما فرمودید دیشب و اون فضایی که ایجاد کرده بود یزید، ساز و دهل و نوای پیروزی و اینها. خب اسرا وارد کاخ یزید شدن، چه اتفاقاتی اونجا افتاد و بپردازیم کم کم به خطبه از زینب برسم. بله، یکی از مقاطع دردناک ماجرای امام حسین علیه السلام و خاندان اهل بیت همین ماجرای شام هست و ورود اهل بیت و اسرای اهل بیت به مجلس یزید لعنت الله علیه که بعد از اینکه بالاخره با اون وضعیت که دیشب اشاره کردم اینها وارد شهر شام شدن، خب یزید خیلی فاتحانه بر صندلی خودش تکیه زده بود و توی وضع بسیار فجیعی سر مطهر سید الشهدا علیه السلام رو درون تشت گذاشته بودن مقابل اون و اسرای اهل بیت رو وارد این مجلس کردن. خب یزید جسارت میکرد به سر سید الشهدا اشعاری میخون، اشعار فاتحانه که مثل این که خب من پیروز این معرکه هستم و یاد میکرد از اجداد خودش که در بدر اینها کشته شدن و کجایی ببینید که من انتقام شما رو گرفتم. و توی چنین شرایطی خب حضرت زینب سلام الله علیها شروع کردن به سخن گفتن. این خطبه از جهات متعددی برای ما ارزشمند است و من اجازه میخوام که دو تا عبارت، یکی از آیت الله جوادی آملی، یکی از رهبر معظم انقلاب راجع به این خطبه بخونم. بفرمایید. آیت الله جوادی حفظه الله میفرمایند که آن روز کل خاور میانه که الان 40-50 کشور هست
کل این منطقه در اختیار حکومت مرکزی اموی بود و اینها منتظر بودن ببینن کربلا چه خبر است، سخنگوی کربلا کیست، تریبون کربلا به دست کیست، پیام کربلا چگونه به خاورمیانه منتشر می شود. دیدن که این بانو مجلس دولت اموی را منقلب کرد. لذا توجه داشته باشیم این خطبه حضرت زینب سلام الله علیها فقط یک خطبه در کاخ یزید نبود، صرفاً یک سخنانی در برابر جمعی از اشقیا که حالا پیرامون یزید ایستادن نبود. اونجا مرکزی بود که پیام این خطبه به سرتاسر بلاد اسلامی منتشر میشد. به تعبیر حضرت آیت الله جوادی آملی حدود 40-50 کشوری که امروز ما اونها رو میشناسیم همه در قلمرو این حاکمیت بودند و این خطبه انتشار پیدا کرد. این خطبه حضرت دهان به دهان گشت در بلاد اسلامی و آبرویی برای یزید باقی نگذاشت. آقا معظم رهبری هم در یک بیان زیبایی می‌فرمایند که بنیانگذار بنای حفظ حوادث عاشورا با ادبیات و هنر زینب کبری سلام الله علیها است، به گونه‌ای که اگر حرکت و اقدام حضرت زینب و سایر اهل بیت و حضرت سجاد سلام الله علیهم اجمعین نبود، حادثه عاشورا در تاریخ باقی نمی‌ماند و این حادثه به فراموشی سپرده میشه. خب حضرت زینب این نکته‌ام تذکری بدم بهش که تو چه شرایطی داره خطبه میخواند. در شرایطی که این بانوی بزرگوار این همه صدمه دیده، این همه مصیبت دیده، 2 فرزند خودش در کربلا شهید شدن، برادرش حضرت عباس سلام الله علیه شهید شده، عزیز دلش امام حسین به شهادت رسید، برادران دیگر حضرت ابوالفضل به شهادت رسیدن، فرزندان برادرش علی اکبر به شهادت رسیده، فرزند امام حسن قاسم به شهادت رسیده، فرزند دیگر امام حسن عبدالله به شهادت رسید. یعنی هم خودش، هم برادرانش، هم فرزندان برادران که اینها یادگاران برادران بود. تمام اینها پیش چشم حضرت توی پرپر شدن توی یه روز همه خیلی فاجعه عظیمی است. کوه باشه از هم میپاشه. بعد اون وقت حالا فقط شهادت اینها نیست، به همین مقدار ختم نمیشه. بعد از شهادت سرهای مطهر این شهدا رو بر نی زدن مقابل چشم این زن و بچه، از کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام، منزل به منزل. اصلا تصورش آدم رو متلاشی میکنه. من نمیدونم واقعا این بانوی بزرگوار اسطوره تاریخ این زن یک زن معمولی نیست. زینب سلام الله علیها یه خانومی که در عواطف و احساسات هم در اوجها، یه وقت اشتباه نشه مثلا یه زن مردگونه‌ای به دور از احساسات عواطف زنانه است. نه، این به ثابت شده همه اون ویژگی‌های مهربانانه و عطوفت زنانه رو داراست، در عین حال اونچنان مجلس یزید رو به دست میگیرد و اونچنان آبروی از یزید میبرد که اصلا فضا منقلب شد. حالا البته بعد از سخنان ایشون و بعد سخنان حضرت سید تاج‌الدین علیه السلام کار به جایی رسید، یزید شروع کرد لعن و نفرین عبیدالله رو، گفت خدا لعنتش کنه، من نگفته بودم با شما این کار انجام بدید، شما خاندان پیغمبرید، شما بزرگوارید، شما چنین. دستور داد مجلس عزا برپا بشه و جشن جمع شد و اصلا با احترام و تکریم این اسرا رو برگردان به سمت مدینه. خب این بانوی بزرگوار سخنانش هم سخنان معمولی نیست. یه چیزی هم بگم، هم دقت بکنیم، یزید هم یه آدم خیلی چجوری بگم صاف و ساده و اینا هم نبوده. خودش خیلی آدم زبل و زرنگ و شاعر بوده، خیلی بالاخره یه هوش خاصی داشته.
اینی که او رو اینجوری، یعنی دشمنش یه دشمن رد بالاییه بله. که از زینب اینجوری مقابلش واسه او رو اینجوری شکست میده در کلام. یزید از هوشش بود که بلافاصله همین دیگه متوجه عبیدالله کرد و خواست مثلا خودش رو نجات تبرئه کنه که البته خب نشد. یعنی بعدها در فاصله کوتاهی، من حالا فردا شب در همین باره میخوام صحبت بکنم، در مدت کوتاهی انتقام الهی گریبان یزید رو گرفت. طور نبود، ولی بله بالاخره این از هوشش بود که بلافاصله اتهام رو متوجه عبیدالله کرد. خب میخوایم یه فاصله بگیریم برگردیم باز ادامه بشه. خیلی ممنونم، بریم یه عرض ادب و ارادتی داشته باشیم، محضرشون رو برگردیم و ادامه فرمایشات حاج را بشنویم. سلام خدا بر حضرت جبل الصبر ام المصائب، دختر امام، خواهر امام، عمه امام، دختر شهید، خواهر شهید، عمه شهید، نائبت الزهرا خانم زینب کبری سلام الله علیها. به نظرم فکر کنم اگر موافق باشن آنجا بپردازیم به متن، ببینیم چی فرمودن خانم زینب کبری که اینقدر فرمودید مجلس کلا دگرگون شد و فضا عوض شد. این خطبه حضرت چند محور داره که حالا حضرت آیت الله مکارم مدظل العالی این محورهای خطبه رو 7 محور دونستن. من این محورها رو بر اساس تنظیم ایشون عرض میکنم، بعد بعضی از محورها رو خود توضیح میدم. محور اول در هم شکستن غرور یزید با استدلال با آیات قرآن. یعنی اونچنان زیبا نقطه زنی کردن و بعضی از آیات رو تو اون مجلس مطرح کردن که این غرور و این نخوت و این تکبر یزید خورد شد و شکست. این محور اول. محور دوم یادآوری برخورد کریمانه پیغمبر گرامی اسلام در فتح مکه با اجداد یزید. اشاره کردن به این که یادت نره شما آزاد شده دست جد ما هستید. در فتح مکه وقتی پیغمبر آمد و ابو سفیان و سایر کفار مکه رو در واقع برشون مسلط شد، خب اینا رو آزاد کرد. حواست باشه یزید ما فرزندان اون آقا هستیم. اینجا یک حرکت دیگه برای اثبات برتری اهل بیت و تبیین خفت و خواری یزید و خاندانه. سومین نکته تأکید بر کفر یزید هست. حضرت در اینجا با بیان زیبایی اثبات میکنه که یزید کافره، اصلا مسلمان نیست، اصلا اعتقادی به مبانی و مبادی اسلامی نداره و اگر کسی کافر نباشد یه همچین رفتاری از او سر نمیزنه. بخش چهارم، حالا تو این بخش که یزید رو حسابی حضرت به تعبیر ما میشوره و میذاره کنار، تأکید میکنه بر مقام والای شهدا، مخصوصاً شهدای از خاندان پیغمبر، که اینجا جایگاه سید الشهدا رو بالا میبره. درباره شهدا آیه این بفرمه که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون الی آخر. بعد اشاره میکنه در بخش بعد به حضور یزید در محکمه عدل الهی در قیامت، که یزید فکر نکن کار به همینجا تمام میشه، قیامتی هست و تو باید در محکمه عدل الهی حاضر بشی و اونجا جواب بدی. محور ششم تحقیر یزید هست که البته تو بخش اول هم بود، اینجا پررنگ‌تره. و محور هفتم و آخرین محور شکرگزاری نعمت‌های بیکران الهی نسبت به خاندان پیغمبر، که ما خاندانی هستیم که خدا الطافی به ما کرد. و در پایان هم می‌فرماید که کد کیدک وسع سعیک، هر کاری بخوای بکنی بکن، هر چی بخوای نقشه بکشی بکش، به خدا قسم نمیتوانی نام ما و یاد ما را از لوح دلها پاک کنی. ما میمانیم و نام ما ماندگار می شود، ثبت است بر جریده عالم دوام. اینم پیام آخر حضرت. من حالا به حسب وقتمون که خب طبیعتاً برنامه ما هم وقتش محدود هست، به بعضی از این بخشا اشاره. اول یه آیه رو حضرت خوندن، فرمودن که ثم کان عاقبة الذین اساءوا السوء
ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. عاقبت کسانی که کارهای ناشایستی انجام دادن و کارهای زشتی انجام دادن به اینجا میرسد که آیات الهی رو تکذیب میکنن و آیات الهی رو مورد استهزاء و تمسخر قرار میدن، که این یه تلنگر مهمه. گاهی اوقات طرف میگه خب من ولایت اهل بیت رو دارم، حالا گناهی هم کردم عیب نداره. بله. حواسمون باشه این گناه آرام آرام شما رو به جایی میبره که دیگه برای حرمات، برای مقدسات ارزشی قائل نیست. خدا نکنه انسان به اونجا برسه، در قبض زدایی میشه، قبض زدایی میشه و از اونم تقدس زدایی، دیگه مقدسات براش دیگه ارزشی نداره. محرم میاد و میره دیگه اصلا. یه همین آدم به موقع عاشق کربلا بود، اونقدر آلوده به گناهان و معاصی شد، یا آرام آرام اصلا تمسخر میکنه اینایی که میرن زیارت امام حسین. حضرت اینجا داره اشاره میکنه به جریان یزید، یعنی کل ماجرای یزید رو شما بخوای خلاصه بکنه هم یه آیه میشه. یزیدی که شراب میخورد، یزیدی که مرتکب هر فحشایی میشود، یزیدی که مرتکب قتل میشود، یزیدی که فرهنگ کفر رو داره در جامعه ترویج میکنه. خب معلومه که به مهمترین آیه از آیات الهی که امام حسین علیه السلام باشه بی‌توجهی میکنه. مثلا دیگه به خود قرآن هم جسارت میکرده، خود قرآن هم جسارت میکرده. امام حسین هم که تجسم قرآنه به او هم جسارت. همین که فرمودید ذره ذره دیگه به اینجا رسید که به خود قرآن هم دیگه جسارت. بعد فرمود اذننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض و آفاق السماء فاصبحنا نساق کما تساق الاسراء ان بنا هوانا علی و بک علیه کرامه. یزید چه خیال کردی؟ خیال کردی حالا که ما رو در جای جای زمین به اسارت گرفتی و آفاق آسمان رو از ما گرفتی و ما رو محدود کردی و ما رو مثل کنیزان و بردگان از شهری به شهر دیگر بردی، آیا خیال میکنی این مایه خاری ما و مایه کرامت توست؟ آیا خیال کردی تو اینطوری عزیز میشی و این عزت برای توست؟ فشمخت به انفک و نظرت فی اطفک. تو باد در بینی خودت انداختی، برق شادی و سرور از دیدگان تو می جهد. حالا شروع میکنه از این رفتاری که یزید نشون میده نمونه های رو حضرت بیان میکنه. بعد میفرماد فمهلا مهلا، آرام آرام. مگه یادت رفته آیه قرآن رو؟ انسیت قول الله تعالی ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. گمان نکنن کفار که اگر ما بهشون مهلت میدیم این به نفعشونه. انما نملی لهم لیزدادوا اثما. ما داریم بهشون مهلت میدیم که روز به روز گناهشون بیشتر و لهم عذاب مهین، یک عذاب خار کننده در انتظار اونهاست. حضرت با این آیه خیلی زیبا این نکته رو بیان میکند که تو فکر نکن اگر خدا بهت مهلت داده چند صباحی، قدرت در دست تو هست و اینطور داری میتازی، گمان نکن که این لطف الهی در حق تو هست. این فرصت ازدیاد عقوبت و ازدیاد مجازات توست. خدا داره کاری میکنه که روز به روز پایینتر بری و بیشتر غرق در این منجلاب بشی. بعد حضرت فرمود که امن العدل یبن الطلقا. جان ما فدای حضرت زینب. فرمود آیا این عدل است ای پسر آزاد شدگان، که اشاره میکنه به همون کاری که جدش با اجداد یزید کرد که اجداد تو از طلقا بودن. طلقا یعنی آزاد شدگان و تو پسر اونایی. ای پسر اونایی که جد من آزادشون کرد، آیا این عدالت است؟ تخدیر که حرائرک و اماعک، زنهای خودت و کنیزهای خودت رو در پشت پرده قرار دادی. و سوق که بنات رسول الله سبایا، اما دختران پیغمبر رو در قالب اسیر از این شهر به اون شهر منتقل کنی. آیا این عدالت است؟ بعد فرمود که اونها رو مثل دشمنان از شهری به شهر دیگر کوچ دادی
ساکنان شهرها، منازل و مناطق مختلف بر اونها اشراف پیدا کردند، به اونها خیره شدند و مردم دور و نزدیک، مردم پست، مردم فرومایه به چهره‌های خاندان پیامبر خیره شدند. آیا این عدالت است؟ بعد حضرت حالا ادامه میده، میرسه به اون قسمت آخر که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله. فکر کردی که با شهادت امام حسین علیه السلام امام حسین رو از بین بردی؟ او زنده است. گمان نکن کسانی که شهید شدن اینها از بین رفتن، اینها زنده هستند، در نزد پروردگارشون روزی میخورن و تو روزی میاد که باید پاسخ بدی. بعد این قسمت آخرش هم خیلی خوندنده است، این جمله رو عرض کنم و دیگه عرایزم رو خاتمه بدم. فرمود فکد کیدک وسع سعیک و ناصب جهدک. هر نقشه‌ای که داری بکش، هر چی میخوای تلاش کن. فوالله لا تمحو ذکرنا. به خدا قسم نمیتوانی یاد ما را محو کنی. ولا تمیت وحینا. نمیتوانی وحی را از بین ببری. ولا تدرک امدنا. پایان ما را نخواهی دید. ما ماندگار هستیم و این تو هستی که از بین خواهی رفت. و بعد از این کلمات کاملا تاثیرگذار، یکی از اتفاقاتی که من شنیدم حتی زن یزید، خانواده خود یزید، بستگان همه به هم ریختن، شروع به گریه‌گذاری کردن تو کاخ. کل مجلس